چرا کیف پول و کارت بانکیمون دیر چاق میشه و زود لاغر؟ منشأ بیپولی کجاست؟ یا بهتره بپرسم چرا بیپولی آزارمون میده؟ میخوام راجع به یک غول صحبت بکنم، غول پولخوار که انگار جایی در کمین نشسته تا درآمد ما رو قورت بده. ولی در کمال حیرت ما دوستش داریم، گردگیریش میکنیم، گاهی توی قفسه بهترین جا در معرض دید میذاریم و گاهی پوزش رو میدیم. مکس یک برنامه چند محور است. به مسائل فرهنگی میپردازه که پشت پرده سیاسی دارن. شاید از شنیدن بعضیش حیرت کنید و تا حالا اینقدر از نزدیک بررسیش نکرده باشید. بعضی ها هم اینقدر دم دست و در معرض دید هستن که دیده نمیشن، مثل همین غول پولخواری که امروز با هم میبینیمش. این برنامه شروع و یکی از پایه‌ای ترین مباحثی است که هر موضوعی رو بخوایم در آینده باز بکنیم باید برگردیم و این قسمت رو مرور بکنیم. اونایی که جیب شما رو خالی میکنن در واقع پولدارترین آدم‌های دنیا هستن. شاید تعجب بکنید ولی پولدارها همیشه پول بیشتری نیاز دارن. چرا؟ بیاد برگردیم به چند ده سال پیش، زمانی که این غول به دنیا اومد. قبل از انقلاب صنعتی نیروی انسانی عامل مهمی در تولید بود. یعنی مثلا یک کارگاه کوزه‌گری احتمالاً نسبت به تعداد چرخ‌ها و استادکارها با دقت و سرعت مشخصی میتونست در طول روز تعداد مشخصی کوزه تولید بکنه که خب معمولاً به فروش هم میرفت و بیش از نیاز مشتریاش نبود. سرمایه هم مجموع دارایی کوزه‌گر بود که منجر به تولید کوزه میشد. چرخ‌ها، لوازم کار، مواد اولیه، مکان کارگاه و هر چیزی که در تولید کوزه نقش داشت. البته باید مالکش آقای کوزه‌گر می بود، نه دولت یا حاکمیت. اما وقتی ماشین‌ها جای انسان‌ها رو گرفتن، سرعت تولید به شدت افزایش پیدا کرد. یعنی مثلا اگر یک کارگاه کوزه‌گری در طول روز 10 تا تولید می‌کرد، حالا این عدد شده بود 100. اما فراموش نکنیم که بازار مصرف با این سرعت رشد نمی‌کرد. حالا انبارها هر روز پر می‌شد، اما مردم اینقدر کوزه نیاز نداشتن. مازاد رو باید چیکار بکنن؟ سرمایه‌دار میموند و کلی کوزه روی دستش. اگر اونها رو تبدیل به پول نکنه ورشکست میشد یا تولیدش میخوابید. خب طبیعیه که حالا باید تبلیغ بکنه و مردم رو ترغیب بکنه که کوزه های بیشتری بخرن. یه مسئله هست که رسانه‌ای‌ها به کار میبرن، میگن حالا که مردم همه چیز دارن باید نیازشون رو تغییر بدیم. What's the biggest number you can think of? A trillion, billion, zillion. That's pretty big. How about you? 10. Okay. How about you? Infinity. Can you top that? Infinity and 1. Actually, we are looking for infinity plus infinity. Sorry. What about infinity times infinity? اولین بار ادوارد برنیز از این حربه استفاده کرد تا فروش سیگار رو در آمریکا افزایش بده با ترویج فرهنگ سیگار کشیدن برای زنان که البته از طرف مردان آمریکا کار قبیحی بود. اما برنیز تونست با یک سری کار رسانه‌ای هماهنگ نگاه جامعه آمریکایی رو نسبت به این کار که مغایر عرف جامعه آمریکا بود تغییر بده. در برنامه دیگری حتما این اقدام برنیز و توسعه برنامه‌هاش رو که امروز بنای علم تبلیغات هست رو بررسی می‌کنیم. کاری که اون روزها برنیز انجام داد همچنان هم به عنوان اساس فروش کالا یا بذارید بگم فروش سبک زندگی مورد استفاده است. یعنی بعدها اونو فهمیدن که دیگه تبلیغ کالا پاسخگوی نیاز پولدارهای دنیا نیست، چون دستشون برای مخاطبا رو شده بود. اینجا تبلیغ سبک زندگی مطرح شد که کالاهای تولید شده توسط پولدارهای دنیا رو در یک سبک زندگی استفاده می‌کردن و اون رو تبلیغ می‌کردن. در یک حرکت هماهنگ که البته امروز پرقدرت‌تر هم ادامه داره، فیلم‌های سینمایی، فوتبالیست‌ها، خواننده‌ها و موزیک ویدیوشون و در کل خواص جامعه مثلا از یک سبک پوشش یا دکوراسیون یا اتومبیل در آثار رسانه‌ایشون استفاده می‌کردن. تبش دنیا رو می‌گرفت. فلان مدل مو، رنگ سال، سبک پوشش، غذا یا هر چیزی که قابل فروش بشه. اصلا همین‌ها یعنی سبک زندگی، یعنی شیوه حیات آدم‌ها، نوع کار و زمانی که انجامش میدن، نوع پوشششون، آرایش کردن، تکلم، غذا، دین، محیط زندگی و مجموعه از اینها رو سبک زندگی میگن. هر چقدر سبک زندگی ما ایرانی‌ها در تاریخ و تمدن و ادبیات بر اساس قناعت و مناعت و توجه به هم نوع همسایه تعریف و روایت شده، خلافش رو برنیز و پیروانش ابداع و ترویج کردن.
اگر به تنوع کالاها و سرگرمی‌ها در فروشگاه‌ها و ارائه دهنده‌هاشون توجه کنید می‌بینید که چقدر بازی وسیعی دارن و گاهی چقدر نزدیک به هم در تیراژ خیلی بالا. این سبک زندگی به شما حکم میکنه اگر 1 ساعت پیش این لباس رو خریدی برات کافی نیست. ببین تو این 1 ساعتی که گذشته چقدر مدل جدید آوردیم برات، خیلی بهتر و بروز شده تر از مدلی که 1 ساعت قبل خریدی. لذت در خریدن، این اون قولیه که اول برنامه معرفی کردم، قولی به نام سبک زندگی. لذت در خریدنه. اگر نمیتونی بخری لذت نمیبری، عقب میمونی. رقابت در اسراف کردن به سبک پول تبلیغاته. و یا نه لباسای توی کمد، تلفن همراه توی دستت، ماشین زیر پات، مبل و فرش و یخچال توی خونت همه قابل استفاده‌ان. وقتی نمیتونی بخری پولدارهای فروشنده بیشتر از تو غمگین میشن و برای اینکه بتونی بخری بهت قرض میدن، وام میدن، قسط بندیش میکنن، آینده‌ت رو میخرن. Enter Buy Now, Pay Later. Over the past 12 months, 37% of Americans made use of a Buy Now, Pay Later plan compared to 29% who used a personal loan. همه اینام 20 قسطه؟ معلومه که 20 قسطه. All those users mean big money. Buy Now, Pay Later services accounted for $97 billion in e-commerce payments in 2020. ببین از من میشنوی اینجا هر جور حساب کنی قسطی بخری برد. Buy Now, Pay Later can even be beneficial for payment processors like Visa and MasterCard because customers make payments to BNPL companies with debit cards. این شهر بزرگ و متنوع با اقساط راحت و متنوع همه برنده. از تو چرا برنده نشی؟ The Consumer Financial Protection Bureau warns that some Buy Now, Pay Later brands could charge hefty fees for late payments. حرف این کارت‌های اعتباری و سودشون در فروش افزودی شد، یعنی ویزا و مسترکارد. در نظر بانک مثلا برداشت بکنید اما موجودیتون کافی نباشه، ازتون یه مبلغی کم میکنه و کارت رو بهتون برمیگردونه و با این پیام که موجودیتون کافی نیست. یعنی اگر شما مثلا $100 موجودی دارید و بخواید دقیقاً $100 رو برداشت بکنید، ازتون $2 کم میکنه و میگه که موجودی ندارید. در واقع شما سهم خفتگیرهای ویزا و مسترکارد رو حساب نکردید و موجودی شما مثلا این چیزو حدود $93-$4. این مسترکارد رو یک مؤسسه آمریکایی با ارز دلار صادر کرده. من سعی کردم که یه مبلغی به ارز محلی برداشت بکنم که هولوش $234 شد. مضاف بر این که نرخ دلار رو با نازل‌ترین نرخ ممکن و پایین‌تر از بازار ارز محلی محاسبه می‌کنه، حدود $11 هم سهم خفتگیر مسترکارد شده. برای اینکه به نظر نیاد کارمون اشتباهه، هزینه میکنن، آگهی میسازن، رویای تو رو دکور میکنن، خانواده‌های خوشگل و موفرفری بهت نشون میدن. آدم معروف ها رو میخرن تا با کالاهاشون عکس یادگاری بگیرن و به ما بگن که اینه موفقیت. به نظرت اوضاع اقتصادی خرابه؟ اگه تو هم این رو بپوشی، اونو سوارشی، اینها و اونها رو بخری، به همین اندازه موفقی، به همین اندازه زیبایی، به اندازه همین آدمای خاصی که با کالاهای ما عکس یادگاری میگیرن. خواص یا همون آدم معروف ها که طبقه بالادستی جامعه هستن پیشروان و علاقه‌مندان به اینها پیرو. برای پولدارهای دنیا همه چیز زیر مجموعه پول تعریف میشه. هر چیزی رو بشه به پول نزدیک کرد براشون مهمه. برای همین سیاست‌هایی که تعریف میکنن هم پول پای است. هنر، فرهنگ، آدم‌ها همه شبیه کیف پول هستن. و برای اینکه کیف پول ما رو در اختیار داشته باشن، باید ما رو در اختیار داشته باشن، ذهن ما رو در اختیار داشته باشن و سبک زندگی ما رو. اگر زورشون به فرهنگ و تمدن ما نرسید، برنامه‌ریزی میکنن. همه چیز روی میزه. نرمال میشید یا نرمالتون میکنیم. نرمال کردن یعنی چیزی شبیه همون گاو شیرده. سیاسیون باید عوض بشن. We both agree that Assad needs to go. دستگاه فرهنگی باید پیرو بشن. هنرمندها باید حرف اونها رو بزنن. خواص باید آرایش جامعه بالادستی رو تغییر بدن تا مردم عادی از الگوهای جدید پیروی بکنن. Out there, well done, Winslet. I told you, do a Holocaust movie. The awards come, didn't I? See? همین رسانه‌ای‌ها جایی میگن تغییر اکثر مردم کار سخت و محالیه، طبیعیه. باعث اقلیت در معرض دید رو تغییر داد. بقیه خودشون تغییر میکنن. پیچیده شد. به نظرت اوضاع اقتصادی خرابه؟
اگر همه این تغییرات مخملی و با رأی مردم اتفاق نیفتاد به زور متوسل میشن، جنگ را میندازن، باز هم میفروشن، این بار اسلحه، این دفعه جان مردم میشه کیف پول. باورت میشه پشت پرده رنگ سال و عطر سال و مدل هایی که کتواک میکنن تا حراج جدید پولدارهای دنیا رو نمایش بدن اینقدر خشن و بیرحم باشه؟ حالا اگه کشور شما منابع داره، اونها رو هم میخوان. هر چیزی که پول مفت همراه داشته باشه میخوان. راه ارزونش اینه که شما خودت مفت بدی بره. برای اینکه شما مفت بدی ببره باید آدم نرمالی شده باشی. برای به دست آوردن اون سبک زندگی و اینکه محرومت نکنن از اون بهشت و رویایی که تو صفحه‌های نمایش چند میلیون رنگ بهت نشون دادن، حاضری نرمال بشی. به قول اون شاه قجری که گفت بدیم بره این ماده سیاه بدبو را، بعدن چقدر فدا شدن تا صنعتش ملی بشه. انشالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشم به شما خواهم داد. کلا بدیم ببرن، بوتون بریزیم، هرچی شما بگی. اونا متوجه شدن که نرمال کردن جوامع میارزه بدون درد و خونریزی و هزینه تراشی برای حتی یک سرباز آمریکایی. هم آدم‌ها رو می‌خریم هم کالاهام رو می‌فروشیم. آدم‌ها رو می‌خریم تا در اختیار ما باشن، با کیف پول‌هاشون، با منابع خدادادیشون. چقدر سبک زندگی میتونه امنیتی باشه؟ چقدر این غول میتونه جانی باشه؟ 2 1 برای همین خط قرمز پولدارهای دنیا سبک زندگیه. اصلا مهم نیست رنگ پوست شما چیه، ملیت شما چیه، دین شما کدومه و به چه زبانی تکلم میکنید. اگر با سبک زندگی که اونها تبلیغ میکنن دشمنی کنی و ادای آدمهای متمایل به تعالی الهی و تمدن برتر رو در بیاری، از پا درت میارن. شما باید به سبک اونها زندگی بکنی، بپوشی، کار کنی، فکر کنی. حتی اگر یک مسلمان هستی بایستی مسلمان آمریکایی باشی. اونجا با مسلمان بودن تو هم مشکلی ندارن. یک مثال درشت پولدار، عربستان سعودی که حقوق بشرش سوزن تو انبار کاهه. شما پیدا کردی سلام برسونید. اما رئیس پنل حقوق زنان در سازمان ملله. قیاس بکنید با بلبشویی که چند ماه پیش در کشور ما رو انداختن. نرمال نشید همینه. از همه چیز محرومید، تحریمید. روی میز هم همه چیز چیده است. رسانه تبلیغاتی که همه چیزش واو و قهرمانانه است، کارش در واقع ایجاد شخصیت کاذب و دلخواه خودش برای یک دست کردن یا شما بشنوید آمریکایی کردن آدم هاست. یعنی شما علاوه بر شخصیت واقعی خودتون دارای یک شخصیت کاذب هم میشید که خود شما نیست، اصل شما نیست، بلکه اون آدمیه که رسانه گفته باشید، شبیه قهرمان‌های پفکی و میکاپ شده و مدل‌های موفرفری و چشمابی. شاید با خودمون بگیم اصلا اگر ایران انقلاب اسلامی نشده بود این همه گیر و گرفتاری نداشتیم با گاوچران‌های پولدار. ولی جالبه بدونیم که تبلیغاتچی‌ها خیلی قبل‌تر از انقلاب کارشون رو در ایران شروع کرده بودن. جنگ هم نیاز نداشتن چون سیاسیون همراه بودن. تحریم هم لازم نبود چون سیاسیون اون سبک زندگی رو میپسندیدن. همه چیز برای خرید کالاهای پولدارهای دنیا در داخل و خارج فراهم بود. خانم شما ایرانی هستی؟ بله. در اروپا چی کار میکنی؟ من هر سال برای خرید به اروپا میام و تجربه زیادی در این کار پیدا کردم. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک میخرم. هیچ وقت یادم نمیره که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن تراولر چک پول نقدیه که هیچ وقت گم نمیشه. بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی نیست. فقط فرقش اینه که مردم بعد از انقلاب دیگه خریدار نبودن. در ادامه هم خب نفوذ و براندازی و جنگ و تحریم، چون ایران اون سبک زندگی رو پس زده بود. یادتون هست؟ خط قرمز پولدارهای دنیا سبک زندگیه. اگر نتونن سبک زندگی رو بفروشن خیلی بد میشه. بیاید از امروز به برندها یه جور دیگه نگاه کنیم. حتی گاهی چند برند و مارک تجاری یک مالک دارن، اما برای طبقه‌های اجتماعی و سلیقه‌های مختلف نام‌ها و قیمت‌های مختلف طراحی می‌کنن. مال‌ها و مجتمع‌های تجاری تأسیس می‌کنن که من بهشون میگم جزایر اقتصادی. کارشون هم چپاول کیف پول آدم هاست. دسترنج ما رو گاهی به بهای چند برابر بیشتر از ارزش واقعی کالا به بهانه اینکه نام تجاری ما اعتبار داره به تاراج میبرن، چون با فلان آدم معروف و بهمان چهره نرمال عکس یادگاری گرفتن. Where is the origin of this
food? From France. It's French brand. France? Yes. It's Spain. Spain, okay. From France and also we have in Turkey. Turkey and France only. Turkey and France. American brand made in Vietnam. Okay. French. اینجا مجتمعیه که پولدارهای دنیا جمعشون جمعه. ناراضی میشیم چون نداریم برای خرید بیشتر، نداریم برای شبیه اونها شدن، نداریم برای چند برابر پرداختن و تکرار در این دور خرید و مصرف کننده میشیم، تولید رو کنار میذاریم، وابسته میشیم، نرمال میشیم. اینقدر وابسته و نرمال میشیم که حاضریم کف خیابون برای منافع پولدارهای دنیا بجنگیم به اسم آزادی، برای دفاع از خط قرمز پولدارهای دنیا، یعنی سبک زندگی. اینقدر وابسته و نرمال میشیم که هر جا محل کار و فعالیت ماست با این تفکر اداره میشه. اگر تاجر هستیم دلال محصولات خارجی میشیم، اگر آموزش میدیم از سبک زندگی اونور آب مثال و مصداق میاریم، اگر در سیاست دستی داریم برای منافع پولدارهای دنیا لابی میزنیم، وطن فروشی میکنیم، حتی بدون اینکه بدونیم، چون تار و پود فکری ماست و به نظر صحیح ترین کار ممکن در اون زمانه. آنگاه میبینیم که آمریکا پس از شکست نظامی خود به فکر محاصره اقتصادی میافتد تا ایران ما را محاصره کند و از نظر اقتصادی به زانو درآورد. اما در مقابل این عمل میبینیم که ملت ما جشن میگیرد و از محاصره اقتصادی نمیترسد. حالا به نظر شما تفکر انقلاب اسلامی ما را از آزادی محروم کرده یا از ما به عنوان یک حفاظ در مقابل این غول انسانخوار محافظت کرده؟ به امید ایران آگاه و متعالی، خدا یار و نگهدار. مکس میان واقعیت و حقیقت.